جلسه دوم از جوابیه ملحدین. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. دوستان عزیز محترم، همونطور که در پایان جلسه اول بنده به نسبت این موضوع که قبل از رسیدن به اصل مطالب نوشته های ملحدین به نسبت اسلام و قرآن و خدا و دین و دیانت، بنده مطلبی را اشاره کردم با این عنوان که اگر قرار صرفاً نوشتن کدوم کتابی دلیل بر رد یا قبول عقیده و مرام خصوصا دینی باشه، پس ما مسلمان ها هم می توانیم تعداد بسیاری از کتاب هایی که توسط کفار به نسبت حقانیت دین اسلام نوشته شده برای شما عرضه بکنیم. اشخاصی که مانند جناب آقای علی دشتی یا شجاع الدین شفا یا آقای صادق هدایت یا این شخص موهوم دکتر سها که مرد و زن بودنش هم تا به حال مشخص نشده، اگر اینها آمدن کتاب نوشتن، جوانهای ما به نسبت نوشته های اینها مطالعه کرده و به نسبت دین و دیانت و اسلام و حقانیت اون شکوکاتی به نسبت حقانیت دین اسلام در ذهن و قلب اونها پیدا شده، اگر قرار این دلیل بر حقانیت باشه، بنده میتونم خیلی از اسامی کفاری را که به نسبت حقانیت دین اسلام قلم برداشتن و منصفانه نوشتن میتونم برای شما اسم ببرم. از جمله ماری شیمل آلمانی، ایشون اسلام پژوه و خبرشناس هستند که در 7 آوریل 1922 به دنیا آمده و در 26 ژانویه 2003 از دنیا رفتن. ایشون هم در حقانیت دین اسلام کتابی نوشتن، از جمله کنستانتین ویرجیل گورگیو، ایشون رومانیایی هستند، هم رمان نویس و هم عضو ارشد وزارت خارجه رومانی. کتابی نوشتن به نام محمد پیامبری که از نو باید شناخت صلی الله علیه و سلم. همچنین هانری کوربن، فیلسوف معاصر فرانسوی، ایشون هم به نسبت حقانیت دین اسلام کتاب بسیار جالبی نوشتن. لذا اگر قرار فقط نوشتن کتابی را برای حقانیت یا تردید دین و آیینی که 1,800,000,000 نفر تابع اون هستن، اگر قرار ما این را معیار قبول و حقانیت چیزی قرار بدیم یا تردید اون قرار بدیم، هرگز چنین چیزی عقلانی نمیتونه باشه. چنانکه این بزرگوار هانری کوربن، فیلسوف معاصر فرانسوی، در مورد نبی خدا علیه السلام در کتاب خودش نوشتن، بسیار جمله عادلانه و منصفانه نوشتن اگر محمد خرافی بود علیه السلام و اگر دین و وحی الهی نبود، هرگز جرأت نمی‌کرد بشر را به علم دعوت کند، چون کسی که ریگی در کفش او هست اون دیگه پنهانکاری میکنه. اما قرآن چنان کتابیه که اولین کلامی که الله متعال خالق آسمان ها و زمین، پدید آورنده آسمان ها و زمین، گرداننده شب و روز، ذات لایزالی که لا یموت، هرگز نمیمیره، اون الله متعال انسان را در اولین کلمه کلام خودش قرآن خودش فرموده که اقرا، شما بخوانید. این خودش دعوت به تحقیقه. و ایشون آقای هانری کوربن، فیلسوف معاصر فرانسوی، در دنباله نوشته خود نوشتن که هیچ یک از افراد بشر و هیچ تفکری به اندازه محمد و قرآن انسان را به دانش دعوت نکردند، تا آنجا که در قرآن کریم 950 بار از علم و فکر و عقل و سخن به میان آمد. لذا قرآن کتابی است که انسان را به تفکر فراخوانده. اینطور کورکورانه قبول کردن، بله الله متعال برای ما احسان کرده، ما را مسلمان به دنیا آورده، ولی با همین حال خود قرآن انسان را به ایمانی تحقیقی نه تقلیدی بر مبنای شناخت عقلانی و روحانی انسان، الله متعال در قرآن بندگان خودش را به سوی ایمان تحقیقی دعوت کرد. از جمله آقای محمد مهدی علی قلی کتابی نوشتند به نام قرآن از دیدگاه 114 دانشمند. 114 سوره داریم، به نسبت 114 سوره از 114 دانشمند به نسبت حقانیت قرآن و دین و اسلام و روز قیامت ایشون الحمدلله قلم فرسایی کردن و کتاب بسیار جالبی در این مورد هست. لذا جوانهای ما و دیگر دوستانی که صرفا با خواندن کتابهای
نمیدونم بگم آقا یا خانم دکتر سها که تقریبا میشه گفت 1000 صفحه را سیاه کردن، که اگر قراره که این دلیل حقانیت اگه باشه و با خواندن کتاب ایشون به نام نقد قرآن فکر میکنن که به کشف جدیدی رسیدن، من خواهش میکنم که شما عزیزان، اون دوستانی که به نسبت این مسائل در شک و شبهه افتادین، بلی این کتاب‌هایی را هم که در تایید قرآن و در حقانیت قرآن و دین و دیانت نوشتن، حتما اینا را بخوانید و بعد از اون بنابر پایه عقل و بینش فهم صحیح قراره که انسان در مورد اون مطلبی که داره در من تحقیق میکنه، انسان کاملا تحقیق میکنه. شخصیتی که به نام دکتر سها امروز در فضای مجازی خیلی معروف شده، بزرگان ایشون اصلا مشخص نیست دکترای چی دارن، پایه علمیشون مشخص نیست و جوانهای ما آمدن کتاب این شخص که زن و مرد بودنش هنوز مشخص نیست، این دا برای خودشون یک اسوه قرار دادن که بله در قرآن فلانجا ایراد داره. این خودش اشتباه بسیار بزرگی است که انسان عاقل که به جای خود نیمه عاقل هم چنین استدلالی را از چنین شخصی قبول نمیکنه. مشخص نیست کی هست، اسمش نامش مستعاره، معلوم نیست کی هست، در چه پایه علمی هست، بر چه مبنایی نوشته، هیچ کدوم اینا مشخص نیستن. جوانهای ما آمدن کتاب‌های اشخاص این را خواندن و فکر میکنن که چنین اشخاصی واقعا به نسبت حقانیت دین اسلام اون حرفایی که زدن نعوذ بالله پناه بر خدا حق هست. فعلا تا قسمت سوم انشالله در قسمت دیگر من انشالله یواش یواش بحث را جلو خواهم برد و به نسبت اون مطالب کلیدی اشخاص موهوم دکتر سها و دیگر بزرگوارانی که به نسبت این مسائل نوشتن انشالله قدم به قدم جلو خواهیم رفت. منتها در جلسه بعد که جلسه سوم است انشالله قرار به نسبت پیشگویی نبی خدا علیه السلام به نسبت پیدا شدن چنین اشخاصی در میان انسان ها انشالله قراره که گفتار پیامبرمون را با هم دیگر مذاکره بکنیم و همینطور انشالله یواش یواش به مطالب اصلی کتاب هایی که در مورد حقانیت دین اسلام شکوکاتی را مطرح کردن انشالله وارد خواهیم شد. فعلا تا جلسه بعد که جلسه سوم است، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.